дараи Ширкен дар қисмати шимолу шарқии шаҳри Турсунзода ҷойгир буда, нуқтаи баландтарини он дар шимол 4500 метр ва дар ҷануб 800 000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. манзараҳои дилрабо, тарихи кӯҳан, бозёфтҳои геологӣ, намунаи изи динозаврҳо, гиёҳу обҳои шифобахш, набототу ҳайвоноти нодир, дарёи софу пуртуғиён ва мардуми меҳмоннавози дара диққати меҳмонони дохил ва хориҷи кишварро ба худ ҷалб менамояд. мо дар ин дараи хушбоду ҳаво аз ҳаёту рӯзгори бошандагони деҳаи хайрободи ҷамоати Работ ошноӣ пайдо кардем. деҳаи хайробод аз маркази шаҳри Турсунзода 14 километр дур ҷойгир шуда аст. яке аз деҳаҳои хушманзараи дараи Ширкен мебошад. дараи Ширкен яъне ин дараи сайёҳӣ буда, яъне ки изи динозавр дар инҷо ҷойгир шуда аст. сайёҳон аз инҷо дидан мекунанд. дар деҳаи хайробод 80 хоҷагӣ вобаста буда 630 нафар аҳолӣ дорад. ҳамин дара ҳамаш оббой. ин дара то болои завод аст. 10-12 та қишлоқ оббой. ҳамо адироб ҳам ҳаст. мебиём ва мошинкада ва мебарам. инҷо чашма дорам. оби чашма ин обборӣ не. оби чашма яхелаш шӯр, яхелаш дигар хел. ин об яхел. ин об камаш ба як 20-30 километр ҷо мебиёд, пухта мебиёд. то моҳи мая августа ҳамита кам мешад. сентябр барафта ба як хел мешад то мисоле ки моҳи апрела, марта. бо об боришот шид бо зиёд мешад об. طبق مشاهده در این موضوع دلفریب مردم دیها از پای کار و زندگی یکی شالیکاری میکرد و دیگری مشغول به سبزوارکاری بود و قسم دیگر هنرمندی رو شغل همیشگی خود انتخاب کرده از این حساب زندگیشان رو پیش برده ایستادند. با یکی از ساکن دیها خالای خورسندنوی در جوازخانه‌اش واخوردیم که همراه نبیرش مرادبک رفغانی صغیر تیار میکردند. مردم صغیر اول میکورن، دادا کشت میکنن، بعد در اینجا میبیارن. ما کشیده با آنها میدهیم. بعد اگر از حق ما از صغیر حق خواهند ما حقش میگیریم. اگر پول خواهند پولش. کدوچی میبیارن، رباط میبیارن، گلخس میبیارن، شرکن، دهوک، همین دره ها همیشه همینجا میبیارن. میکارن درویده کوفته و دانش مهم با میبیارن. 2 لینچه هم میبیارن، 3 لینچه هم، 1 لینچه هم. وقتی که من به مکتب میرفتم تا نصیرازی بی هم کار میکردم. بعد نصیرازی من خودم مکتب آمده با جواز کار میکردم. حاضر خورسندم که در وقت تعطیل به کار نمیگردم، با جواز سر کار میگیرم و در وقتهای صغیر و انداختن کتاب‌های بدیهی میخونم. این اکنون یک نیم ساعت دیگه باید تاب خورد. بعد روغنش تیار میشود. در کاسه برداشته میمونیم. وقتی که برداشته موندیم خف میشد و بعد در یک چند لحظه خفش تحشین شده بعد ما در ظرف ها میگیریم. نه یا دوبار بچه‌م کشید، حسن کشید و ما از دست هوا یاد گرفتیم. حسن و یشان بابا یاد داده رفته و بچه مراد به یاد گرفت. من اگرات میکاریم، سبزی، پیاز، پمیدار، کارتوشکا، با شالگی داریم، ادر به گندم داریم. همین نبیره ها کتی قنچه که دخه حاضر من نمیرم، نبیره ها دستیار شدم پس. бояд гуфт ки имрӯз дар қаламрави кишвар анъанаи ҷувозкашӣ хеле кам ба назар мерасад. ин ягона ҷувозхона дар минтақа аст ки талаботи мардумро бо равғани зағир таъмин менамояд. дар ҷувоз бояд 8 кило зағир андозем, ним килограмм чигит ва каме об қатӣ мекунем.
برای جفیدنش 8 کیلو نندازیم نمیجفن. من هازی با سخت جفیسات برای کم آب لازمه. آب میرزید بعد روغنش تیز میگیره. میتوانیم از 8 کیلوگرم 2.5 لیتر روغن گیریم. اگر خدا ما زغیر کاریم زغیر خریده گیریم زیادی باشد میفروشیم. مردم ها یک خیلا پول میتید یک خیلا من این زغیر میتید هوایی قنچه میکنیم برده میفروشیم زیادی کنن. از زغیر واسه استفاده میبرند. از اون جمله سیخ روغن کشی در همین دهه هست. از همینجا میکشن با استفاده میبرند. کنجالاشون برای مثال چوربا، زغیر روغنش برای منفعت خودشان که به حد برای سلامتی فایده ور میباشد. زغیر بعد گندم های جمع آوری کردن بعد زغیر درآمد میکنن. خالای خورسندای مجید و در برابر کار در جواز باز به سبزوادکاری و زمینکاری و دیگر کاری خواجگیداری مشغول است. میگوید زنهای دیه اصلا بیکار نمیشوند. در اینجا که باد و هوای صاف و آب مصفا هست ما هیچ خستگی و چگونه گذشتن وقت رو احساس نمیکنیم و مهنت میکنیم. این روغن زغیر یک خیلاش نقص پختگی باشد روغن بسیار میتید. کم پختگی باشد کم میتید. میدم در میکرد همین خوردم میدم شفای است. آنچه خودم نقص حس میکنم. درد میده بر نقص من دست و پاچه های آدم در کند شکید نوعی بایم نه. فقط همین اینی کنده جواز نه. ایسو زغره می انداختید ایسو روغنش می برامدد. این قریب 3 ساعت بعد تیار میشه. تا انداخته تا گرفتگی تا. وقتی که ما روغن رو گرفتیم کنجولهش رو کنده در کنجوله میده کنک میده میکنیم. بعد کنجوله رو به چاروای خودمون میدهیم. فقط همین بخیرک چاروا میمونه. چاروامون در زمستان از همین با تامین میشه. با کنجوله زغیر تامین میشه. شکر که همین همه چی خودمون میبرد. همین مهنت کنیم هست. چارواهامون با کنجولش میماند کم. خودمون من علاوهش میخوریم روغن زغیر. خودمون کاریم روغنمون بسیار میشه. در اینجا بیشتر از 1000 نمود درخت و بوته و گیاهای گوناگون کوهی از قبیل ارچه، فرک، زرنگ، بادام، پیسته، دلانه، آلوچه یابایی، پیاز انزور، چکری، سیاه علف، شیبیت و چندین گیاهای شفابخش دیگر میرویند. باد و هوای دیه در برابری به سبزش رستنی های خودروی مساعدت بودن، همزمان در اینجا گندم و شالی خوب نشونما میکند. بابای اسمت الله محمدی فی 73 ساله کشتی گندم را جمع آوری کرده اکنون در همین قطعه به شنیدن نهالی شالی بند است. زمین نزد حولگیه همه کار کرده 2 حاصل میگیرن. ما هم حاضر من دویم حاصلش شالیه تیار کرده من حاصلش میگیریم. وقت ساعتی همین که شالی که شد وقتش ما درام میکنیم با میگیریم میبریم خرما اونجا و میکوبیم کم بایکتی بعد تمام با هم تو خانه میبریم با وقتی چیز با میکوبیم خانه با 5 عائله همین 5 عائله 1 سال با تامین میکند. شالی کاری یک 20% مردم شالی میکنن چونکه همین بسیار درونی حوالی وقتی زمین نزد حوالی دارد اونجا با شرایطی شالی کوریدن نیست. از حوالی که زندگی میکند بیرون باشد لب دریا باشد من چه خیلی که دیدید شالی کوری خطی یک 10% شالی خطی مشغول. اینه که خیل انا فقط کارتوشکا، سبزی، پیاز، پامیدور این خطی مشغول دانگی لالمی بکش میکنیم ما. کوردگر شما را ناامید نمیکنند میتیاد شما با حاضر همین چیزی با سلامتی بایم بسیار چیزی کلان. اگر فرمینم من خودم باشم اگر جمیده نیستم زمین با همین فیزیکی کار نکنم دارم مزه میگریزم. من حاضر 73 سالم دویمو کار کردم میستم خانه با اگرات دارم با خانه با نزد حولگی وای با کار میکنم. خب دیگه جواب اگر یک کاری انتا چیزی باشه رفتم اونجا یاردم میکنم.
نابرده میگوید شولی محض همون زراحت است که از آن آش پلوی بولذتی روی دسترخوان مردم تاجیکستان تهیه می شود. اما تا اینکه شولی به بازار ما برنج گشته وارد شود، مهنت سنگین و زیاد برای آن خرج می شود. شولی از موسم شینانیدن تا درب در داخل آب می ماند و شولی کار نیز برای به دست آوردن حاصل خوب در پای موزه ریزینی باید از حاصلی به دست آوردش نگاه و بین کند. حاضر هوا گرم جدا همین نغزده. اگر که هوا خنک باشد این شالی هم نمیشد. شالی هم همین آب و هوای همین گرم میخواهد. حاضر و همین وقتی نهالش حاضر. وقتی که شالی انت میکارن نهال نمیکنن پراست میچوشن و وقتش گذشت. حاضر نهال وقتش. یک با دو میتیاد ده نهالش نه. نگاه کنید اگر حاصله کلان میتید. آب طلب نکنند که آبش خنکتر. این شالبه اونقدر آب خنک هم نمیشد. ما یک جا کل میکنیم، دور سریز آب سر داده و پر میکنیم. بعد که گرم شد بعد شالبه سر میتیم. وقتی که شاله کلان شده و سر کشید با آب خنک طلب میکند. شالی که خسته که بلند شدن گیریم ما کم کم گوشت و آب میرفته که جا دارد جوار. همین جوار کم کم برداشتن میگیریم. بعد تا نیم شاله آب میشه. آب نغز سیر کنیم اگر حاصل نغز میتید. پدر و مادر همیشه همین دهقان گذشتگی ما هم همچنین هم دهقانی. ریسقی رو ما همین عروی دهقانی. هستیم ما همین اولادای ما کاسب. همین جوازو آسیابو باباگی ما همین ترین گذشتگی. کاسب کن. نه. با همین بعد نگاه که اگرات میکنیم. بابای اسمت الله هر سال همین حدود را شالی میکند و برای 1 یا 2 سال محصولات ذخیره میکند. به قولش اگر طرز پرورش شالی را درست ندانیم، آن به کسلی های گوناگون دچار می شود و صفت خوب و حاصل دلخواه به دست آوردن مشکل است. از همین لحاظ او با فرزندان و کلینهایش همیشه از پی نگاهبین درست کار در زمین هستند. ما اینجا 8 سوتو نزد حولیگی گذشتگی 8 سوتو زمین. اگر ناز نگاه کنم اگر 800 خر 1 تن میتید. و گپ نگاه کنی با خدمت کردید ناامید نمیکنم میتید. اگر کاریم پرتافته مانیم 1 کیلو هم نمیتید. یک تا نهال تا 15 تا شاخ میتید ده تا 15 تا چیزا. اگر انتظار باشد تا 10 تا یک دانه شالی تا 10 تا و 10 تا 10 سر میتید. 10 سر حساب کنید خیلی چیز میشه. من حاضر چقدر گیجه شده دیم حاصله ما من یکی از مثال زمین‌های نزدیک حوالگی در جای کارتوشکا مثال ما گرفتیم حاضر یا جواری مکه یا که پمیدور بیشتر دیگه هستیم. نفرها هستن که بعدی گندم در آویدن گندم در زمین‌های نزدیک حوالگی شالی کش کرده شده. همه مشغولی کار هم در صحرا در این حال در صحرا هم کار در این اکس دربی غله سر میشود ما با منطقه کوهستانی بوده انا به حد از همین دریای شرکن دریای بسیار آبی مصفا دارد از این استفاده میبرند مردم. در این دهه قریب مردان و بانوان برابر کار میکنند. ترسانای اوراق و نوابسته از آنه که معیوب است و با عصا بغل راه میرود او هم یک پارچه زمین نزدی حولی را ثمرناک استفاده برده سبزوات و دیگر کشت غله‌دانگی کاریده است. در برابر این باز خانه‌اش را به مرکزی هنرمندی تبدیل داده است و به بانوان و دختران بیشغل هنر میآموزاند. از سنی 16 سالگی با این هنر من مشغولم که هنری خودم هزاران بار روزی هستم. فقط کشیده دوست همه طرفه درباره همیش میبینم من قراقیاتی میگم من خدا بشکر در 13 تا شاگرد دارم. حاضر بود 2 تا دیگه خیلی تیار کردم یتش به شوهر رفت. خیلی خدا بشکر همه طرفه میدوزم همه چی خودم چیور کرده دوست هستم. خیلی دیزاینرم گم میشه دو
همه طرفه همیشه خودروژنیکم هستم، میکشم میدوزم، همیشه خودم قروق من اینا همیشه اینا کورچوکتی میدوزم، قرطوخچی ها اینا میدوزن، میگن فقط قسقاق با کشیده میدوزن اینا. خی ایناشا شپریسی وای کتی میدوزن، کورچوک شپریسی کتی میدوزن، همیشه هر خیل. ایناشا دکون با میکشم زردوزی اینا همیشه بوسین فقط با منی پولکچه ها همینم رنگ قروق، فقط قروق دستی. بعد پیشروی ملتمون اعلان نمودن سالهای رشد دهات و هنرهای مردمی، در این دهه هنرهای مردمی رو ما تصمیم گرفتیم که چند نفر جای کاری تشکیل نموده، از اون جمله بعد 2 نفر معیبان گروه 2 جای کار، یک سیخ دوزندگی، یکی دخوانهشون با همین دوزندگی مشغول هستم. زیق میشم، من درزم در پیشم میگیرم میدوزم، همینقدر خورسان میشم، عصبام آروم میشد، دیگه نمیفهمم که چه خیلی روز میگذرد. فقط این من با تسلم میتید این درزای من همیشه برای من اینو همین رنگی که من اینو فرزند باری نغز میبینم درزام همیشه میدوزم، فقط میبینم که خوشرویتر بود، بو وقتم خوش میشد، بو یا دیگه تیار میکنم، فقط انا میخیلده فقط چقدر درس کتی من آموخته شدگیم. چطور میبینیم این همه مسئولات دسترنج این بانوی امکانیتش محدود است. او هیچ نمیخواهد که دستنگری کسی باشد. میگوید من و شوهرم اگرچه جسماً معیوب باشیم ولی عقل و ذکاوت قوی داریم و با واسطه تفکر سالم ما میتوانیم زندگیمان را پیش بریم. از هیچ چیز کمبودی نداریم. برابر شخصان سالم تلاش به زندگی مینماییم. من میروم خونه ها میچینم، خمیر میکنم، دیدم با میبندم، گو میجوشم. خیلی چی؟ تازگی گرای سلامتی همه وقت همه طرفه میکنم. فقط یک خدو اساکتی میگردم، یک میکنم، همین کلمان میزنم، اگراد میکنم، گل میکنم. همین مقصد که نمیخواهم که یگانجا وای باشد، همه وقت گل و گل کاری باشد. گشنیج اخروب همه چی من همه زیلین کاریدگی. من به زیلین اوقات نمیخورم. همه طرفه خودم میکنم، باغ کردم، همه نیهالای دست پروری خودم همیشه خودم پیوند میکنم. الان میشینم پیوند میکنم، الان خم باغ پای میشه نیهال پیوند میکنم، اوای میوه میخورم، میوه خدا به شکر میگیرم. من 2 سال شد که سلیوه های گفته، آلوچه های گفته خودم کمپوت کرده، ورینی کرده، همیشه عدس هم میبیاد. واسه پیازی انزورم تر کرده ماندگی 40 روز شود من کم اخکم میکنم. قبلا در این دهه مرکزهای هنرمندی وجود نداشتند. همکنون با دستگیری مردم دهه او و بانوی دیگری معیوب زرینه کارگاه دوزندگی و هنرهای دستی خود را براه ماندند و دختران و زنان را صاحب کسب میکنند. در برابر این کارتا و دیگر جهاز مردم دهه را آنها میدوزند. ترسانای اوراق و دوختن کرپه و کرپچه های عروسان را نیز بر عهده دارند. من هزاران بار راضی از درد خدا دادگی من نمینالم. خدا به شکر شوهری و ساز دارم، من حرمت میکنم، من وی حرمت میکنم. من خیلی درباره وی یگان گزن و شوهر پای نداریم. نمیدونم که چه خیلی من 9 سال شد زندگی من، نمیدونم من چه خیلی گذشت زندگی من. میجه زدم الکه 9 سال شد. میگم ای خدایا توبه کردم خدا، او روزک بود الکه 9 سال شد. میگم بود طرف مردکم خیلی زندگی نقص، زندگی اگر خوش گذرد کو میدونی چه خیلی عمر اگر خوش گذرد میگه زندگی خیزر کم است و اگر ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار. کاری دستی من میکنم، کاری پایه مردکم میکنم. همین خیلی وقتش به عهد شرط کردیم که همین خیلی شود گپ نیست. لیکن من هزاران بار مردکم راضی، مردکم هم من راضی، من هیچ چیز در زندگی وای ندارم. هر دیومان همین خیلی همه وقت دستم به سوم هست، همه وقت نانم ریغنی، اوقاتم ریغنی. من یگون بار در زندگی تنقیسی کشیدگی نیستم. الهی نکشم و نیکی نیستم کشیدگی. با خدا به شکر خیلی مردکم با یا طرفش من کنم یا طرفش مردکم میکنن. 2 کس میگیم میخندیم. من همین زندگیم خوش میگذره. یگون خیلی درباره وی کمایی ندارم.
از رفت کار این هنرمند که با آفریده‌هایش کاری مردم را آسان می‌کند آشنایی پیدا کردیم. از روی نقل حسن ناظموف، پدر و بابایانش نیز چوبکار بودند و این کسب برایش از خردسالی آشنا است. پس از خانه‌دار شدن همراه خانواده این هنر اولادی را صیقل می‌دهیم. آنها را در محله و بیرون از آن همچون عائله‌ای هنرمند ماهر اعتراف می‌کنند. به حد هنری با قدر است که همین باور کنیم همین گوجه ریم از روی همین هنرمون ما خیلی خرسان هستیم. در گوجه نباشد ما را حرمت میکنند مردم. ما برای مردم کتای نشست استول روزگار چیزی که همین ساختمون میشد ما همین چیزا میسازیم. چیزی که میخوای همون آرزو میرسه. همین هنر خور نکنی ان شاء الله چیزی که دل نیاتت باز سو میرسه. مو عیناً پدر ما همین کسب کرده اومدگی تو حاضره. شاگردان دستگیری میکنند. خیلی خرساندن شاگردان. شاگردا با کارهای شخصی میشد دهاتا با سرکلانی میکنن میبرن بال میزنن پاتالوگ میزنن کریشه میزنن ساختمونا با کار میکنن شاگردا. خودم میش کارو کردیم مشغولم. هنر اساسی من هنر دوریدگری یعنی هنرهای مردمی بوده و فرزندانم نیز این نوع مختگی هستم. از حساب همین هنرهای مردمی تصمیم گرفتم که در دهه یک منگاه طبی ساخته به استفاده دهم. در این حال 80% این ساختمان به انجام رسانیده هستم و باز تصمیم گرفتم که یک مکتب ابتدایی نیز ساخته به استفاده دهم. ذوق پیدا کنی خستگیشه هیچ نمیکنی یک کار کنی ذوق داری درآمد که میشد زندگی آباد میشد دیگر این یگان چیزی نیست. در خونه خودمون میخوایم کار میکنیم میخوایم دام میگیریم یک کس ما را غم نتیاد. خدا با شکر رحمت جناب ولی که از ما را با از نالوگ آزاد کردگان ما خیلی منتدار هستیم. که همین چیزا رو و هنرهای خیلی باورو کردند. همزمان نوبوده از خودی ساختن کتی خواب برای کودکان، میز و کرسی، کتی نشست، حیوانچه های چوبین تابستانه، در و تیریزه و دیگر محصولاتی از چوب ساخته شده را آماده می کند. اعلام گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی این عائله هنرمند را نیز رخ بلد نموده است. آنها نیت دارند که در پرتو غمخواری پیشوای ملت نسبت هنرمندان پیوسته هنرشان را رواج داده و دیگران نیز آموزانند. همزمان صف شاگردان را زیاد نموده دایره فعالیتشان را فراختر سازند. کت نشست، بیسیتکا، آنی ستاستول، در و تریزا برای خانه‌های حکومتی بسیار طلباتش بسیار است. باز مردم هم میخواهد که چوب کندکاری این هنرهای قدیمه دا این چیزا مرکز کسب‌آموزی شغل اهالی است که از چیزا 40 نفر شاگرد وارد استفاده کردیم در سرتیفیکات که تامین کردیم. حاضر هم میبینم امروز کار داشتن دو کارو اومدن نتونستن. نشان هر روز همونجا کار میکنن شاگردا. ما حساب همین هنرهای مردمی همین کارو رو کرده شدیم. شخصا خودم به نهایت خرسند هستم که چنین دولتی تنج و آرام داریم. ما از آن خوشنود هستم که چنین پیشوای معظم ملت داریم. چون که من شخصا خودم از هر یک سخنان پرزیدنتمون به نهایت الهامی تازه میگیرم و در محل مجلس گذرانده اویدی همین سخنان پیام‌های پیشوای ملتمون با فرماندهی گذرانده اویدی من این کسالی‌هایی که نو با میون اومده است بر ضد اینم قریب که هر هفته کوچه‌های دهه و هر یک خانواده ها با مثال ما چیزای سانیتاری اپیدمیولوژی مثال برای موندگی هستیم. مردم ما همه خوشحال. در این مکان اثرها باز چشمه‌های زیاد ارزی وجود می‌کنند و با خاصیت شفابخشیشان معمول و مشهورند. شیرشیر صدای گوارای روح بخش چشمه و رودهای استگی دره بار دیگر از قدرت و توانایی طبیعت معجزه‌آفر و وطنی آب تازه شماریدنی تاجیکستانی عزیز و محبوب درک می‌دهد که یکی از آنها دره شیرکند است.
باید گفت که رود شیرکند که از شاخاب‌های دریای سندل و هزارخانه سرچشمه میگیرد 52 کیلومتر درازی دارد. در دریا ماهی‌های گوناگون، قولماهی، شیرماهی، زغار ماهی، لقم ماهی، مار ماهی و غیره موجودند. در برابر رود شیرکند چشمه‌های مصفا، آب‌های شفابخش مدنی، شرشره و رودهای کوهی و آب‌های شفابخش زیرزمینی از نادرات دره به حساب می‌روند. هر سال سیاحان میبینن من این سال خیلی که با همین کسلی های سال نو پیدا شده خیلی نیستن. نباشد هر سال قریب که هر روز ما همین لبی دریا با خودمون شخصا سیاحان از اون جمله شهروندایی که در شهر زندگی میکنن آماده استراحت میکنن در لبی دریا. ما همشه با وقت خوش پیشواز میگیریم، با گسل میکنیم، به حد خرسان می‌ندارستن. قدقد رود شیرکند در دهه خردکک خیرآباد دو آسیاب آبی موجود است که سالها در خدمت مردمند. یکی از این آسیاب‌های آبی را 20 سال قبل ساکن دهه عبدالخالق یعقوبوف ساخته است. او از صبح تا شام وقت خود را در همین جا می‌گذراند و گندم مردم دهه و حتی همسایه دهه‌ها را آرد می‌کند. خلقمون همیش همه گندم کاری قطعی سر و کار دارن، لالنی به میکارن مثال. بعدی که کوردن میدرون وقت ساعتش که اومد بعد کمبوی میگذرونن خیلی خونه و گرفتگاهشون هم میگیرن انبارخونهشون اگر زیادی کند بعد یک لاو یالمچه گرفته آسیاب آمده کشیده ارد کرده خورده روزشون هم میگذرونن. اردای هم میگیرن کمتونه با این اردش بسیارتر استعمال کردن چی که خیلی یا خیلی کسلی ها با فایدهش بوده است. من سخر و منم دولینه هم میفروارد با کمتون برای هوای خود پیشتره به نگاه کردم خود طلباتش با بسیارتر زیادتر. ما همون سالهای پیش تصمیم گرفتیم که در دهه یک تنن دو تا آسیاب آبی ساخته با استفاده دادیم در مردم خدمت میکنه. از اون جمله در همسایه دهه های هم آمده از همین جو درجه از شهر آمده از همین آسیابی ما واسه استفاده میبرن. اهالی ما همین دیگر چنده که مثال 80 خواجگی باشدم مثال قریب که همه همون جناب عالی گفتگی همون انشاءات های جشنی قریب که ما داریم، قریب همشه پره داریم. گندن این نام آرد خدا بشکر بصفت نه طلبات و جوابداری دارد. این هم کارش بسیارتر کار کمتر کنی آرد میتاسپاند برای هوای مقدارش رو مونده آرد کرده براری نونش شروع میبرد. همین 20 سال بازم من نونش خورد دادم خدا بشکر رحمت هم اوتیم بیان خمه که کردید تیز میرسد. هم یک نیم ساعت یک ساعت باشه خمه میرسد. با قیده عبدالخالق یعقوبوف طلبات به آرد گندم آسیابی در حدود منطقه زیاد است زیرا این هم از لحاظ غذاناکی بای و هم خوشخور و بطن قوت میبخشد. در اینجا اصلا با آرد سفید مردم حتما آرد گندم آمیخته میکنند. زندگیشون همون ایره همون گندم مثال میکارن مهنت میکنن میکروان میدروان یک 3 گکتار کرده‌ای باشه یا 2 گکتار کرده‌ای باشد امیون هوای 10 خالتش همین سالش جدا کرده باشد 10 خالتش عادی نیست پس گرفته میمونه. این نگرفته ایلاج ندارد. ذخیره با در کار میشد خدا با شکر. خیلی آدم زنده با در کار کن. اما آسیا بودگیش هم نرز گندم هم باشد اگر آسیا نداشته باشد با یک جا میرید سرگردان میشد. orada این چیزا کنم که همین سواسش پوستش یا جایی میبره همین کالره همین پوستش تا کالونده همین علما چیزا چیز بتونه همین کسلی قند چیز دا همین چیز دا بسیار فایده کلان داره میگه. همچون میبینم من میبینم تنی چیزا ما میگه ساخر کسلی ساخر قند هم تنی آورد میگه میبینم میبره نونش ملایم میشه شیرین میشه. انا با همین کمتر استعمال کنید هم خودتون بخواد میخپید دا. همه کایوانی به هم وابسته بسیارترین. همه کایوانی من دیده است تو تلویزیون رو با نونای خوشوری برآورد شدین همه خیلی نون برآورد نمیتوند که اینم زویست همون
وابسته همون اکیوانی همون کمتر غوجت خشوره کرده فسان کرده خدا باش که نونش نقض میبرد یگان نونش کمبودی ندارد شما میقپد شیره دارد در ترکیبش همون شیرهاش میقپد بعد چنگ بسیار شنگه همون سویسش هم فایدهش کلان بسیار بیختن در کار این هم یه بار بزید سویس کلان کلانش گیرید دویم بیختگش سویسش هم که فایدهش کلان ده همون اصلا همون ما با فایده میدادهش همون سویسش اردش هم شیرانوک سویسش هم شیرانوک نون خشوره میشه خدا باش کنه او در یک روز 2 یا 3 لینچه گندم را آرد می کند. می گوید از این زیاد صفت آرد خوب نمی براید و نان هم در تنور نمی چسبد. خلاص کار را ما حلال و با صفت می کنیم تا مشتریانمان را از دست ندهیم. سراسیمه که شده آردش هم ناتوغری می برد دیگه آدم نمی بیاد میگه نمیشه و آسیاب میگه دیگه آسیاب میکوان برای همه خشوره کردن نفس کردن اوضاع خبر گرفته خداتون دیده مقدارش قطعی نبرورد اگر چیز نمیشه آرد نقض نمیبرود همین نداشتگیش 500 کیلو نباشد تا 2 تن 3 تن ذخیره های گندم ذخیره های دونگی دارن چاروا دارن چاروهای کلانی شخدار گوسفند بود از این هم استفاده میبرن 30% اهالی در زواد علمی توجیک کار میکنن همه مشغولی کار یگان کمبودی ما نداریم و زمین بگیرد البته از زمین نمیگیرد گندم شده قاق کرده گرم و گرم بردارد اوای کسل به دچار میشه بو میگیرد و خود نمیشه برای اوای همین ششته می قاق میکنید سحر خیسته خونکش میگیرد گندم خونکش با که گرفتید بعد یا جای قاقی بخ یا جای نقض میگیرد 5 سال میسته 10 سال میسته اگر همه خیلی کلا گیرد اگر یکیم که این خیلی زمین بگیرد و همه گرم و گرم بردارد عرق کند 3 ماه هم نمیره 3 ماه زنبور میزنه ای تریه نمیه همه خدا تا میبیند گندمه که ها شروع قاق یا جای قاق حقیقه میگیرد با یگان نمی نگری نرسد ذخیره هاشون میرسد خدا با شکر و گفتادیم که میخوردگه هاشون در گرفته آورده از جا مانده گرفته خوردن میگیرن اینه که ذخیره کردگه هاشون با عدل نمیستد عدل نمیستد با جوش عدل نمیستد و یا بلندتر از زمین یا 2 وجه یا 20 سانتی متر بلندتر با میمونه دیوال با نرسد боид иброз дошт ки бо гузашти айём имрӯз дар бархе аз минтақаҳо амон осёбҳои бобогиамон ки тавассути об кор мекарданду мардуми деҳаро бо орди гандуми хушсифат таъмин мекарданд зиёд ба назар мерасад номбурда иброз дошт ки азбаски дар ин ҷо гандум бисёр мекоранд деҳаро бекори осёб тасаввур карданд ғайриимкон аст мана раҳмат ҷаноби олиба мана моҳона روی آب رو آوردن کار دستگاه گفتن دست 5 ماهانه نظر و گرفتن رحمت کلام جناب عالی با که من ماهانه دستگیری کردن من روی آب رو آوردن کارهای ماهانم پیش خلق با من کمتر نمایان شد آنالوگ آزاد کردن ما آدمای صحرانشین البته هم مشغولی کار در صحرا در زمین‌های نزدیک حوالک هستند یگان کسلی هایی که من کرونا میگم از این کسل‌ها ما یگان به قید گرفتن نشده است همه مشغولی کار هستند به حد ما آبی صافی شفا بخش داریم از این استفاده میبریم و چون گهواره که چشم این رو نگاه میداریم کسل ای خور رفتن نمیشد کسل ای کار نکردن میشد آدم که بسیار کار نکرد خون غوث میشد آنها با کسل میشد بعد با کپل ماندن در کار دوازده زیادی چی در کار آدم کمتر جمعیت ایستادن در کار هیچ نه تا ابد 2 ساعت بعد 2 ساعت جمعیت همین خون کمتر حرکت کند خدا خواهد کسل هم برهم میشد من این آسیا چند پنج یگون چیزش آدم به ضرر ندارد این خیلی من برانخیت آسما این خیلی سلفزنی نبرد آدم ها چنگ اینا میکشن سلامتشون به فایده دارد در کوهسار شیرکن موضع ایزی پای دینозаврҳо کشف گردیده است که تاریخی 90 تا 150 میلیون ساله دارد. ارخئولوگ‌ها در این کوهسار زیاده از 400 ایزی سه و چارانگشته دینозаврҳо را پیدا نمودند که در حدود آسیای مرکزی یکی از موضع‌های نادرترین ارخئولوژی به حساب می رود.